به گریه هایتان یک حدیث بخوانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فدایت شوم ای محمد، فدایت شوم ای معلم بشریت، چه می فرماید؟ لا یلیج النار رجل بکا من خشیت الله حتی یعود اللبن فی الضرع. وقتی بنده از ترس خدا گریه می کند، وقتی از ترس خدا اشک می ریزاند، رسول خدا می فرماید هرگز این جوان را الله داخل جهنم نمی اندازد، هرگز. تا زمانی که شیر در پستان بر نگردد، تا همون زمان الله این جوان را به آتش جهنم نمی اندازد، چون هیچ وقت شیر به پستان بر نمی گردد و جوان هم هیچ وقت به آتش جهنم سوختانده نمی شود. دیگر حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید، حدیث ابن ماجه است، کتاب الزهد می آورد، فرمود ما من عبد مؤمن یخرج من عینیه دموع و ان کان مثل رأس الذباب. یک دفعه بگو الحمدلله. این الحمدلله به خاطر گریه بود، به خاطر قطرات اشکتان. چرا؟ یه حدیث چی میگه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ بنده مؤمن نیست که از چشمش یک قطره اشک جدا می شود اگرچه اون قطره به اندازه سر مگس باشد، به اندازه سر مگس باشد و اون گرمی قطره اشکی که از ترس خدا جدا شده به صورتش می رسد، الله جل مجده اون صورت را به آتش جهنم حرام می کند. اون صورت را به آتش جهنم حرام می کند. من خشیت الله، از ترس الله اونش ریخته. یک حدیث داریم رسول صلی الله علیه و سلم فرمود فإن لم تبکو، ای جوان اگر میگه گریه نگرفت، اگر تلاش کردی گریه کرده نتونستی، هر چی کردی گریه نگرفت، فتباکو، خدا به زور به گریه بیاور، پیشانی ده ترش بکو، همیرم الله قبول داره. فتباکو، به زور خدا به گریه بیاور. یک کسی به نام منکدر ابن منذر است، محمد ابن منذر است. او وقتی گریه میکرد سر صورت خود گریه های خود میگیره و سر صورت و ریش خود میمارید. برش پرسان کردن چرا این کارو میکنی؟ گفت یک حدیث به من رسیده در هر جایی که اشک چشم گناهگار برسد او جای به آتش جهنم حرام میشه. من کل بدن خدا با اشک چشم خود آلوده میکنم. پس دوستان من، ترس از الله مثل همون خواهر محمد غزالی رحمت الله علیه در مکاشفة القلوب می آورد. یک دختر رفت در سفر، در قافله، جوان عاشق این دختر بود، حرکت کرد از پشت جوان. وقتی که قافله رسید در مسیر دشت شب شد، اینجا اتراق کردن، همه پایین شدن. در همین اثنا جوان قابو می کرد که پیدا بکنه دختر در کدام خیمه است، دختر کجا می باشه. جستجو میکرد تا ای که پیدایش کرد دختر را. نزدیک دختر آمد، گفت مرا میشناسی؟ گفت نه خیر. گفت من 1 سال تمام عاشقت هستم، تمام روز به انتظار تو بودم، تا امروز که تو سفر کردی من در این سفر دنبال تو آمدم، فقط خواسته مرا پورا بکن. دختر گفت که ببین کاروان کل خواب هستن یا نیست. جوان یک دور زد، کل کاروان را دید که همه خوابند. یواش یواش آهسته آهسته آمد و دختر گفت که همه خواب هستن. دختر چی جد؟ دختر با تقوا و خدا ترس چی میگه؟ ما تقول فی الله. رو کرد به جوان، گفت درباره الله چی میگی؟ آیا پروردگارم خواب است؟ جوان گفت لا تأخذه سنة ولا نوم. الله رو پینکی هم نمیگیره، الله خوابم نمیشود. گفت ای جوان، خیلی چگونه ما تو زنا کنیم؟ او خود دیدش نه؟ اگر مردم دنیا نمیبینه او خود میبینه. ای جوان، اگر تابلیت کرم مصرف میکنی، پدر ندید، مادر ندید، همسر ندید، کی میبینه؟ الله. وقت داخل خانه در خلوت گناه میکنیم، کی میبینه؟ الله. در حالی که در خلوت باید چی کار بکنیم؟ یکی از کسانی که در زیر سایه عرش است، و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. یکی از اون مردانی که در زیر سایه عرش است،
همون انسانهایی هستن که وقت در خلوت و خانه تنها میروند یاد الله اونا را به گریه می آورد. ولی امروز جوان به در خلوت چه کارهایی که نمی کند. الله کل ما و شما را از خودش بترساند. پس یک چند نکته بگویم از ترس به اصحاب بددعا میکنم. وقتم به پایان رسیده. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه هفته پیش مفصل داستانش براتون بیان کردم. چه جایگاهی داشت؟ کی برش سلام روان کرده بود؟ الله صدیق اکبر چی تقاضا کرد؟ آیا از من راضی هستی یا نیستی؟ الله از صدیق اکبر تقاضا میکند ای بنده ام از الله خود راضی هستی یا نیستی؟ وقت صدیق به این مقام میرسد چه مقام بلندی هست. ولی یک روز از سرک تیر میشد، دید که یک شاخچه درخت هست که حیوان از او استفاده میکنه، برگای درخت حیوانات میخورن. صدیق اکبر گفت ای کاش من برگ درخت می بودم. مرغ را دید که پرواز میکنه، گفت ای کاش که من مثل تو آزاد می بودم. ولی صدیق اکبر روز قیامت دارد. روز قیامت صدیق اکبر در پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی قرار میگیرد. از ترس الله ای کاش که من خوش می بودم. صدیق اکبر میگه ای کاش که من خوش می بودم. مرا میکشتن، ذبح میکردن، باز میخوردن که من دیگر کسی مرا پیدا نمیکرد. چقدر ترس الله اونها را میترسانید. آنقدر شرم داشت، آنقدر حیا داشت که هیچ وقت به شرمگاه خود نگاه نکرده بود. هر وقت داخل تشناب میرفت سر خود را پت میکرد. از پیش پرسان کردن چرا سر خود را پت میکنی؟ گفت از الله میشرمم. اینمی صدیق اکبر حضرت اقبال میگه یک شب صدیق اکبر در خواب دیدم. شب صدیق را دیدم بخواب، گل ز خاک راه او چیدم بخواب. آن امن الناس بر مولای ما، آن کلیم اول سینای ما. همت او کشت ملت را چو اب، ثانی اسلام و غار و بدر و قب. گفتمش ای خاصه ای خاصان عشق، عشق تو سرمطلع دیوانش. پخته از دستت اساس کار ما، چاره فرمایی پی آزار ما. میگه شب صدیق اکبر را به خواب دیدم. اقبال میگه از پیشش پرسان کردم ای کسی که تو خاصه عشق هستی، تو سرمطلع دیوان عشق هستی، تو بگو که ما چرا تباه هستی؟ از صدیق اکبر پرسان میکنه تو بگو که ما چرا تباه هستی؟ چرا در عبادت های ما لذت نیست؟ چرا از خدا نمیترسی؟ چرا خوف الله به وجود ما نیست؟ صدیق چه میگه؟ پخته از دستت اساس کار ما، چاره فرما پی آزار ما. چه میگه؟ تا کی در بنده هوس گردی اسیر، آب و تاب از سوره اخلاص و گیر. حضرت صدیق اکبر به اقبال میگه اقبال شما چرا بی علاقه شدین؟ چرا محبت الله در وجودتان کم شده؟ به خاطر که هوا و هوس شما را گرفته است. هوا و هوس و خواهشات دنیا، مال دنیا، ثروت دنیا، قصر دنیا، دکان دنیا، دلار دنیا، زن دنیا، اینها شما را کور کرده. آب و تاب از سوره اخلاص گیر. از سوره اخلاص آب و تاب بگیر. چه معنا؟ یعنی پروردگار خود را خوب بشناس، الله را خوب بشناس. قل هو الله احد، الله صمد، الله الصمد. الله چی است؟ بی نیاز. وقتی که بی نیاز است که از تو نان طلب نمی کنه، وقتی که بی نیاز است از تو دلار طلب نمی کنه، وقتی بی نیاز است به تو رزق میده، از تو چیزی نمیخواه. نحن نرزقک، الله میفرماید من به تو رزق میدم، نگران نباش بندی. به خاطر یک لقمه نان گناه نکن، به خاطر یک لقمه نان نافرمانی نکن، به خاطر یک لقمه نان تابلت نفروش برادر من.
به خاطر یک لقمه نان چیز نشه‌آور نفروش برادر من. چرس نفروش به خاطر یک لقمه نان. تریاک نفروش به خاطر یک لقمه نان. قمار نزن به خاطر یک لقمه نان. چرا؟ و فی السماء رزقکم و ما توعدون. الله میگه رزقتان در آسمان است. ای بندگان من، رزق شما آماده در آسمان است. و آن چیزی که به شما روزی داده می شود، وعده داده می شود، در آسمان موجود است. خب هیچ کس نمی میرد تا کل روزی خود را نخوره. الله به سگ روزی میده، به موت نمیده. الله به خوک روزی میده که نجس العین است، به موت نمیده. الله به کافر روزی میده، به من تو نمیده. به اون دویی که 80 سال در برابر بت سجده میکنه روزی میده، موت فراموش میکنه؟ فراموش نمیکنه. دوست داره یکم تکلیف ببینی تو، دوست داره یکم رنج ببینی تو. به خاطر چی؟ تو را پاک داخل جنت کند. جنت خود جای ناپاکی نیست. جنت خود جای زنا نیست. جنت خود جای دزدی نیست. جنت خود جای شراب نیست. پس او جوانی که شراب خورده اگر خدا مصیبت به اون نبره چه تو پاکش بکنه؟ پس اگر او را مصیبت از سرش نبره چه تو توبه بکنه؟ پس عزیز من، جنت جای پاکان است. باید پاک شوی و الا داخل جنت نمیشوی. پس حضرت صدیق اکبر فرمود هوا و هوس شما را خراب کردن. الله جل مجدوب ما شما توفیق نصیب بگردد.